دو مرد که در دنیا تمام اعمالشون با هم مساوی بود به جهنم میروند. یکی رو سوار بر نیسان میچرخونن و دیگری رو در لجن رها میکنن. مردی که در لجن فرو میرفت اعتراض خود را این گونه آغاز کرد: ای خدا سقای عدالتت با چه عدالته سیوانی و یمینی موشی و دور مثل نسی خوشمن وانیاده کی من اعمال من نه یکی نه مساوی نه چه بدبختیه. و مردی که سوار بر نیسان بود این گونه پاسخ داد: دورها کجا میاندلم بورست نوغم کلم کورم صاحب چوب غم بعد ماشینم والله مردم میخواه وقزم